میگو اینجا چیکار میکنی لولو؟ بله. اینجا چیکار میکنی؟ چی کار میکنم؟ اینجا چیکار میکنی میگو؟ اختیار خدا رو برارم. میگو تو شرم حیا نداری؟ چره؟ تو از خود مادر خوار نداری؟ دارم. تو اگه مادر خوار دیش بشی گوشی خورده میده عکس‌ها زنه. گپ مفت نده. گپ کم کوک مسخره شیطان. مسخره شیطان خود تویی. گپ کم کوک اون تبریشو بزنم. به خدا برون پیار خود بیارن دلبندتون میندازه. برو لشکر خرو. اختیار خدا تا جنگاله. بعد خجالت کش. قیافی رو سیکو فقط تنی شطور میمونه. شطور خودتونی. گپ مفیزنی. ما بیامد اینجا به خودم خجالت کش تو بگو. کاکا گپ مفت می تو خود بعد تو میای نیا به میله. میگو بله. تو عقل کامل داری؟ نه با عقل کمال اگه میدیشتون چرا خودی تو سر کار میگرفتم. راست میگی کاکا. راست میگی واقعا. یعنی رستیان بی تربیه بودی. برو کاکا گپ نزه. گپ کم کن. برو از اینجا دیگه کن با تو میزنم. بوهو. اگه 10 نفر اونجا. اگه سن میگی شو تو تا داری. برو کاکا برو دیگه بعد یک زمان با تو لیاز میکنم برو چی لیاز میکنی؟ تو تابیشو میزنم. بگیر کاکا این مینو هم از تو برو. نه من برو کاکا برات کار خورو. خود چایا بخور. دیگه تو روی منطقه نبینو. برو کاکا اختیار خدا رو. دیگه تو روی منطقه دیگه نبینو. جناب چه داری وردا بابر بو بعد. پول جنگال اینجا رو دی بیامدم به چکر زده. تو از مادر خوار دیگه نداری دیگه نه دیگه. گپ مادر خوار نگو که میمی تعصب در میزنه که خود میفهمی که هیچ دکتر به دردتون نفهمه. فهمیدم. برو کاکا برو. برو کاکا. دیگه نه اینجی بده. برو. دیگه نه اینجی. برو. تو دیگه شرم حیا نداری. برو دیگه. بده. برو دیگه. من میرم مستر. برو بخرید. برو. برو را تو کو. دیگه نه میرم برات من میای مستر. برو دیگه برو. دیگه نبینم تو. مسخره. البته بخریدی ماما جنگاله. برو که سنگ با بود. لا اله الا الله من خراب. برو میگم. هنوز سعی میکنی. تنیوشه که فقط تنی شطور میمونه. نگو حالا بله. خیریت برارم اینجا چیکار میکنیم برارم؟ اینجا پارک بیامدم به میله. به میله میدی؟ بله ها. به میله میدی از اون کو مردم تماشا میکنی؟ کاکا که تا گپا نزن. ها میگم خجالت کش. شرم کو. چی خجالت کش؟ من به میله آمدم من به زنکا مردم چی کار دارم؟ من مثل که کورم من نمیبینم تو چیکار میکنی خود از گوشه کو. چه کار میکنم؟ من مام زنگ زنم برای زنگ میزنی. زنگ میزنی عکس دخترا مردم میگیری. کو که کاکا جو تو مادر خوار نداری؟ دارم اشته ندارم. تیز برو کجا زنی؟ کجا برم؟ برو به خونه خورو. البته اینجا بخرید. خجالت کش تو به خدا. کاکا جو البته تو بخریدی اینجی. اینجا بخریدم. جا هر کس هر که خوش دارم اینجا میای به خوب میله. یعنی نمیری؟ نه اختیار خود دارم تا پارک 1000 نفر میای گپ بینی هم که بیام مشکل داره. من میبینم که تو چی مشکل داری. من بدیدم. هیچ مشکلی من ندارم من شکرم اینجا گاهی. حالا نمیری؟ نه. نه کاکا تو کن نه. من حالا میرم به گزمه میگم. به کی میگی؟ به گزمه. برو کاکا اختیار خود داری به هر کی میای. اختیار خود دارم. اختیار خود دارم. برو کاکا چه برو. میگم اختیار خود دارم. دست تو آزاد به هر کی نگفتی برو بگو برو. انا کرفتم میگم. برو. ما خاطر شما که فامیلی میای ما اینجا به میله هم نیایم. با بیاد تو میدم. برو کاکا جو به جایی که کسی نباشه و تو مزاحمت نشه. برو گپ نزی. فقط من اینجا رو بخریده که ما به میله نیایم اینجا. عجب مردمی پیدا میشم. خب فهمین خوب برو به جایی که کسی نباشه.
سلام علیکم. میگم یک دو تا بچه‌های ما خود فامیل خودمون چه می‌جن جنگل آمد به مله. یک دو تا بچه‌های که گوشی به دست نه یک دم این سر می‌گیرم یک دم اون سر می‌گیرم عکس می‌گیرم جیغ می‌کشم یک رقم چیزا. کجایم؟ نه این پشتم. بریم. خیریت شما چیکار می‌کنید؟ با خدا ماما جو من نمیدونم بابای من. نه بودی چیه پرتو کردی؟ خب تو چند دفعه گفتم نه یک ببین جگا. نه من دیگه من خود مادر خواهیم دیگه اختلاط میکنم. صبح که به من میگی بیا که بریم بالی میگی خود مادر خو اومدم. اون فکر نمی‌کنی که میگم مردم. کی میگفتم اینا بچه خواهر و مادر منم چی میفهمیدم. خدای سر. واخی. آخه برادر من ما خود ما اون فامیل ما اونجا یعنی بیاین که بریم سعی کنیم. فکر نمی‌کنی که زنگ بشیم مردم چیه؟ ما شرمایه نداریم. برادر من دارم شهر ما بیام دیگه با خواهی زنگ بزنم ما با مادر خود زنگ بزنم. تو اگر ملا صاحب ما همین اگر بیام اگر کمالی شوشی همین جا عکس گرفتنه. کی عکس میگیری؟ ما از این جنگل ها عکس گرفتم. گوشی‌ها شما فقط لنگ کارش میمونه. ملا صاحب ما هیچ گناهی نکردیم ما چی گناه داریم؟ برادر و من اینجا که ما بیامدم. شما نمیشرمین که اینجا میایم فلان برداری میکنه از ناموس مردم؟ نه ما خدا نکنه ما اینجا از درختو عکس چه میگرفتم. درخت عکس میگرفتیم؟ مگه دیگه درخت کمه؟ بعد جا کم پیدا میشه درخت. نه ما خود ما خود ما بیامدم مادر مینا. گپ نزن گوشات پیش من همین اسنادا پیش من. ملا صاحب ما خاطر نوروز ما بیامدیم که اینجا مگه دیگه جا نرو بخاطر نوروز برین. نوروز خب من میفهمم که نوروز شما فلان برداری شما معلومه همین.
پاسته چی آوردیم اینجا با پاسته؟ مولیس ما برفتیم به داخل پارک رفتیم چک ماین داشتیم اینجا برفتیم یک برادر بیامد با ما گفته که یک دو نفر اینجا عکس میگیره از ناموس مردم از زن و مردم عکس میگیره زن و بچه مردم عکس میگیره به خدا ما از جنگلا میگیریم بعد از ما رفتم اینا رو بگرفتیم گوشیاش هم امرای من هر دو تا گوشیش شاهد سنه که هر دو تا عکس برداری میکردم و فیلم برداری میکردم از زن ناموس مردم اونا رو بگرفتیم به پست انتقال کردیم. خب شما دیگه الحمدلله مسلمانیم نه؟ الحمدلله. چری از زن و بچه مردم که از خونه بیرون میشه امروز مثلا کشور ما آزاده مردم میره به خونه میله تفریح فلان چری از زن و بچه مردم عکس و فیلم میگیره. مولای صاحب ما خودمون فامیل ما اینجا گایه ما بیامده ببینیم ما از این برای آماده بودیم از این درختها خیلی سرسبز نام خدا از این درختها میگرفتیم یک نفر اینجا بیامد دوستی دفعه با ما گفت چرا اینجا مستکین گفتم کاکا ما مستین چه کار میشه بیامده به اینا بگفتم اینا هم بیامدن ما رو بگرفتن کاکا جون ما این کارو نمیکردم ما بد کردم که می درختار بگیریم نه بازی بد کردن خب شما آزاد نمیشیم جرم شما سنگین شما باید بندی بشیم دیگه چه کار میشه باور کنه اون فامیل ما اینجا پرتوا فامیل تو راضیه که حالا به فامیل تو کسی اونجا نگاه کنه به چشم بد نه کنه ها همین هر کی میاد اینجا به جام خوار و مادر برای ما خب همین رقمه باید فیلم هم نگیری از نه عکس هم نگیری نگرفتیم ما گناه دارم این ملا صاحب گوشی تو با همراه نگرفته شما هانی گوشی شما درختای عکس زن هم هسته هم میفرمایید نه به خدا یکی سر کو باشه هست ما بتونیم واقعا بیارم البته نشوندم چه نه برای من او یکی بیبی منه که شما دیدیم او بیبی خود گرفت تو به ملا اومده بود نه بیبی شما اینجا نیه باید شما بریم به بنده خونه توبه میکنیم من امام توبه که باز از بنده خونه بیرون شدیم باز باز باید توبه بکشیم اینا رو ببریم بنده خونه بریم ملا ببر باز بنده خونه این گوشی از نایمان نیست گوشی بریم بنده خونه ای بریم همین دو تا گوشی داشتیم بله همین دو تا گوشی داشتم اشتنی باشه خاله جو سلام چند کشی جو خوبی خیری سلام بخ شکر زنده بشی بگو بله ابرار مگیلاک و رمضان خبر داری؟ نه چی خبر دارم خبر نداری؟ نه تو برفته بودم به پول شیمی به میله خب انا قرار کدمه چون مزاحمت کردم چی رقم بوده اونا رو بگریستم ببردم به پسته نه اونا رو بندی کردم اونا نیه آرستکی و تو کی گو من خبر دارم و من زنگ زدم کو یک زنگ بزی با زنگ رو خوبه چشم با بیلا بگو ارزیدری بکنم یلدم تو سی که تو اینا میله ما چه کار کنم بله سلام علیکم برادیاریم بخیری شکر زنده باشین میگون گیلک و گیلک و رمضان شما گرفتی گیلک برار منه برارم او به این گپا نمیفهمه او رخصت و مغز سرد و خراب پروت شده او تمام همی زنکا و دختره همی کل دنیا رو خیال خوار مادر خو میکنه گردن به با کسی دوغی بگذاریم به پیش خیال کسی شروعی میکنه میخوره او همی نافهمیه او نمیفهمه برارم به بزهی میاد شما یک خویشی من شما دارم به ایسا برار خونده شما همون یلدی برار جمع اونا کار خیر بینیم یلدیم به خدا اون عقل کمال بیودی ندارم اونا اصلا مغز سر از اونا پاک کوت شده همون گیلک همه رمضان هم سر از یعنی الان نمیدی با 10-20 روز مگری بندی باشم 10-20 روز مگری بندی باشم بوک بین وزرسری که با کمله دامونو برار جو بلیازمو خدا گناه داره اونا با خدا به ایگا پا سر نوا نمیشه اونا ریلدی
من به پیش شما عذر میکنم همون کار یلده. خوبه خیلی باشه. خوبه. خداحافظ. خداحافظ. چی میگه؟ عباسگر داره به من یه لگه بده. چند روز میگه بندیشم؟ میگه 10-20 روز بندی میشم. حالا پیار خود چی بگم من؟ برو تو برو برو. برو گریه نکن برو. ببین رمضان با تو بگفتم کار خوبی نکردی من میگفتی بیا بریم تا جنگل بریم لا چه کار کنیم انانه که ما این جهان بفتادیم به این جگاه افتادیم آخه من جواب پیار خورد چی بودم آخه خدا پیار بابا فهم پست من میکنه چیشته اشتباهی مدام پیار بابا من میگفتم بابا جو به سر کوچه نشینی او اگه خبر شه که من این جگاه بندی شدم انال خبر ندارن که من به این جگاهم من نمیتونم اصلا جرأت نمیکنم که پیار خود زنگ بزنم. چه کار کنم گیلا یا خوندن بکنه یک چور بیتی بخونه. بابا دل من خون چک میکنه با بخونم. آخه من به اون خاطر میگم بخون که بلکه کمی اعصاب آروم شه. ای شب ای دست و ای جانا نعیمت دلارم ای شده مانند زندان خانه من ای جانم به دستی خوبم ای دیروان کو الله تسلا شد دل دیوانه من های داد و بیداد خدا غمای دون یارا به من داد عجب برجای بلنده دار زندانه مدور خو کمان دیدار زندانه آی شده چند روز که من افتادم به یک جا نقم و نیخیشا اطلاع داره از من هی داد و بیداد خدا از من گریف با دیگری داد خیر بینی گیلک جو یا که من دقیقی خوش شو خوب شو من که خیر نمیبره هر چور تا فکره چیکار گیلا این دفعه که بدر شدن خوب از این یک دفعه بدر شیم ایتا دیگه به زندگی ما که توبه میکنم که اصلا دیگه بهم پارک نمیرم اصلا ایتا تو بگو با ما بگو خوب که بخیر بهم خونه رسیدم اول گوشی خود یا میشکنم یا میفرشم من که دیگه از این سرا بیرون نمیشم اگه دیگه من پیار داشته باشم نمیام خور نزنی خوب من خوب نمیبره بابا تو دیشب خیلی خور میزیدی سر خود من 10 دقیقه بگذارم خور نزنی خوب خوب شو
بعد دیگر از اون جنگل نه چاشو مامان خب بعد دیگه برم با توبه هم بکشی خب چاشو یعنی دیگه نه ما دیگه بعد بکنیم که دیگه ما بیایم مزاحمت کنیم با کسی دیگه ما مزاحمت هم نکنی خب چاشو یعنی دیگه شما دیگه همین در روز دیگه بندی بدی با شما ریاله میدیم دیگه شما به همین پلیشمی جنگل نه یعنی این پیرم به شما توبه کشیدی یعنی دیگه شما دیگه این گوشان شما چاشو یعنی دیگه بخیر بریم بریم گیلک بریم خیر بینیم مولای صاحب خیر بینیم خدا خیر بینیم مولای صاحب